برعکس این یه آزمایشه و مطمئنم که برای آقای یلدریم خیلی مهمه. خوب شد که آقا بوراک این موضوع مطرح کردن، چون آقای یلدریم با این کارشون تصمیم دارن از بین اعضای شرکت بهترینا رو انتخاب کنن. برای همین اینو یه قرار کاری محسوب میکنیم و طبق اون رفتار میکنیم. لطفاً هیچ کس دیر نکنه. اما مهمونی عصر شروع میشه، وقتی زیادی برای حاضر شدن نداریم. باشه امروز فقط کارهای ضروری انجام میدیم. هر کی کارش رو تموم کرد تحویلم بده و بره. بعید میتونم بتونیم توی این مدت کم یه لباس مناسب پیدا کنیم بپوشیم. لروکس خانم شما با من میای. باید قبل از روبرو شدن با آقای یلدریم در مورد تق با هم حرف بزنیم. بله برم پرونده ها رو بیارم. تو ماشینم. برای عملیات جدید که نقشه یا عالی ریختیم. یه لحظه وایسا. مای نمیشه عزیزم، گفت تو ماشین منتظرمه. تو مهمونی تعریف میکنیم باشه. ببین یه فکر فوق العاده است، یه نقشه عالی، یه حمله رد و باشه عالی حرف میزنه. قرار بود موقع رفتن لباس بخریم. باشه عشقم تو مهمونی. لروکس ای خدا. عیب نداره من خودم میام همه رو درست میکنم. نه ممنون، خودم الان زود جمعش میکنم. آروم باش لروکس. رفتم. خداحافظ. نمیشد نیم ساعت دیرتر میرفتیم تو دفتر چکشون میکردیم؟ اینجوری گفتم که زودتر از دفتر بکشمت بیرون. اگه دیر میرسیدی مهمونی آقای یلدریم خیلی به چشم میاد. خب اینو از همون اول میگفتی. الکی اینا رو برداشتن. تازه تو از کجا میدونی من دیر میرسم مهمونی؟ چون متاسفانه توی یه خونه زندگی میکنیم لروکس، به خاطر اون. نمیشه فهمیده. تو نمیری بوراک؟ من یکم دیگه کار دارم. تو باش پس تو مهمونی میبینمت. فرخ چی کار کردی؟ لیستی که برای خونه آوا فرستاده بودی تموم کردم. کاشی‌های کف، ساخت و ساز حیاط، رنگ، نورپردازی پله ها، پارکت ها، نوسازی لوله ها، همه رو اضافه کردم. خوبه. منم پروژه رو تموم کردم. چقدر میتونیم به جیب بزنیم؟ $200,000. اونقدی که اسن میخواست نیست، اما موقتا دهنشو میبنده. ما هم یه نفسی میکشیم. فقط باید فوری اجراییشون کنم. به عنوان مدیر پروژه امضای تو هم لازم. باشه امضا میکنم. دستتم درد نکنه. خب بده امضا کنم دیگه. دادم پیش خودته، یه پرونده سیاهه. فرخ کو پرونده به من دادی تو اصلا؟ گذاشتم رو میزت ندیدی؟ نه. کجاست پس؟ این نیست. اینم نیست. کو کجاست؟ این یکی هم نیست. لروکس همه پرونده ها ریخ زمین. حتما اشتباهی هم برداشته برده. فقط همینو کم خب بشه. مشکلی نیست، معلومه کجاست. میری از لروکس میگیری. فرخ متوجه عمق فاجعه نشدی؟ اگه لروکس فاکتورا رو ببینه نمیگه اینا داستانشون چیه؟ اگه بره از دمیر بپرسه چی؟ اگه بخوان آخر هفته با هم کار کنن چی؟ بوراک باید سریع بری اون پرونده رو بگیری. اگه کارمون درست پیش بره اسممو عوض میکنم. فقط یه کار. اوف. بذارشون تو ماشین، دوشنبه خودم میبرم. حالا که تا اینجا آوردم دیگه نه نمیخواد. اینجوری آخر هفته هم کار میکنم. میدونی که رئیسمون منتظره یه آتوه. خب یکمشونو بده من بیارم. نه نمیخواد، خودم میارم. باشه خودت میدونی. من پایینم. 15 دقیقه وقت داری. دقیقه 16 رفتم. حتما. لروکس منتظر نمیشه. جدی میگم. اگه کمدم سر جاش بود زودتر حاضر میشدم. برای همینم هر چقدرم طول بکشه باید صبر کنی. 15 دقیقه پایینم.
5 دقیقه دیگه وقت داری لروکس. زود باش لروکس. لروکس اومدم. نمیدونستم مهمونی حال و هوای باربیکیو داره یا جشن. خوب شده؟ خوب شده اما اگه خوب نیست میتونم سریع عوضش نه کنم. خیلی هم شیکه. فقط یه چیزی روش بپوش بریم. به قدر کافی دیر کردیم. چیه؟ نگفتم یه چیزی بردار که بگیری دستت. گفتم بندازی رو شونت. میدونی چیه؟ از عصر حجر زنگ زدن. یکی با نشونه های تو گم شده. خیلی دارن قصه میخورن. اگه میخوای برگرد. آره خب. یعنی آدم فقط به خاطر غیرت یه همچین حرفی میزنه؟ به خاطر اینکه تازه شونت در رفته بود نیست؟ تا کی قراره با قرص آمپول سر و کله بزنی؟ دمیر مجبور به هیچ کدوم از این کارا نیستی. قبل تو هم شونم در رفته بود، بعد از تو هم در میره. لغ شده دیگه. تقصیر من چیه؟ تو فقط شاهد یه بارش بودی که خودت هم باعث شدی در بره. یعنی نگران نباش، خودم میتونم از پس خودم بر بیام. لروکس فقط یه روز میشه؟ فقط یه روزو در آرامش سپری کنی میشه؟ گفتم لطفا ازت خواهش کردم نذار شونت سرما بخوره، مریض نشو، نیفت، قاطی نکن، دست و پات در نره. بریم مهمونی؟ بی سر و صدا برگردیم خونه باشه؟ خیلی خوب بابا، حالا انگار عمدی کردم. آره خب راست میگی. یه لحظه. هی بعداً حرف میزنیم. چطوری؟ سلام. 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 مروه خیلی خوشگل شدی. ممنون. عزمه واقعا خودتی؟ نشناختمت. ممنون عزیزم. گفتم امروز یکم بیشتر به خودم برسم. شما بدک نیستی. معلومه که میخواین امروز دل همه رو به دست بیارین. امیدوارم قلب من نباشه.
لروکس کجاست؟ هنوز نیومده؟ لروکس و آقا دمیر نیستن اما بقیه همه هستن. پس خیلی ممنون. به سلامتی فرصت دوم. نه خیر همچین چیزی نیست. وای خدای من چه مهمونیه. عجب بهشتیه اینجا. دمیر خان خوش اومدین. خیلی ممنون. بابت دعوتتون ممنون. اگه اشتباه نکنم شما لروکس خانم هستین، طراح موفقی که قرار اتاقمون رو طراحی کنه. داریم روش کار میکنیم. داریم با بهترین شخص ممکن کار میکنیم. هم قوه تخیلش بالاست، هم میتونه طرحهاشو به بهترین شکل اجرا کنه. ممنونم. کنجکاوم ببینم نتیجه چطوری، اما دعوتتون نکردم که در مورد کار حرف بزنیم. میخوام کارکنان من با کارکنان شرکت شما بیشتر آشنا بشن. هر چقدر بیشتر همدیگه رو بشناسیم بیشتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم. بدونش. در ضمن خونتون خیلی قشنگه. خیلی ممنون. اگه فرصت بشه داخلش هم نشونتون میدم. دمیر خان بعداً صحبت کنیم. البته من خودم پیداتون. پس بهتون خوش بگذره. خیلی ممنون. خیلی ممنون. میرم میخوام با نوشیدنی یکی بگیرم. آشنا کنم می‌خوریم؟ اگه بخوای. بعداً. بریم. بریم. تو گفتیم نقشه رو بهش بگیم، دختره رو برداشت برد. میشه لروکس هم تو بناگوش بازه. حالا خدا میدونی کی میاد پیشه. ولش کن نیاد. نقشه رو بعداً بهش میگی. نگاش کن چقدر خوشگل شده. خدا رو چه دیدی؟ شاید امشب غرورشو گذاشت کنار به برا که روی نشون داد. هرچی خیره. بیا بریم یه سالاد چیزی بیارم قبل از اینکه غذاهای گوشتی بوشون بلند بشه. هنوزم گیاهخواری؟ از لج دمیرخان گیاهخوار شدم. با کی میخواستی آشنام کنی؟ با هیچ کس. میخواستم از دست رئیس نجاتت بدم. ممنون. خودم میتونم خودم رو نجات بدم. میدونم اما خیلی کار میکنی. پرونده ها رو بردی خونه؟ میخوای روشون کار کنی؟ به خاطر هتل دیگه 1000 تا کار هست که باید انجام بشه. برای همین پرونده ها رو بردم خونه. آخر هفته روشون کار میکنم. آره خب. کارای دوستت چطور پیش میره؟ تو بیشتر از من داری کار میکنی. معلومه که خیلی اهمیت میدی. مجبورم انجامش بدم دیگه. دوستمه. یهو ازم کمک خواست. تو رو درواسی گیر کردم دیگه. مجبورم. پس به سلامتی کارای فداکارانه. اوه معذرت بخوام ببخشید. فکر کنم یکم مست شده. عیب نداره. خودتو ناراحت نکن. پس به سلامتی. براک تایلان چه خبر؟ تو اینجا بودی؟ آقای ایلدیریم منم آورده تو پروژه. بعد از این بیشتر هم دیگر ای میبینیم. بابا تبریک میگم. مبارک باشه. لروکس صداتو نمیشنیدم نمیشناختمت. سلام تایلان. راستش از اینکه شناختی تعجب کردم. فقط تو 2 تا جلسه دیده بودمت. تو دختری هستی که بشه فراموشت کرد واقعا. لطف داری چی بگم آخه. این پسر تو دانشگاه هم همین جوری بود. با تمام خانوما خوب برخورد میکرد. مواظب باش. با زبونش جادو بی خیال پسر. بهتره بگی به خاطر اینکه مدام تو رو انتخاب میکنن دیوونه میشن. لروکس جون تنها چیزی که باید در مورد تایلان بدونی اینه که هر چی در مورد من میگه دروغه. بازم دوست دارم بشنوم. باشه. میتونم در حین رقص تعریف کنم. قبوله. اوف عجب بویی هم داره. آخه این چه وقتی گیاهخوار شدم بود. اما خیلی دروغ بدی گفتی. بهتر نبود بگی دل دردی چیزی چه دارم. می‌دونم بابا اون لحظه یهو از دهنم پرید. مثلا خواستم لج دمیرخان رو در بیارم. ای جانم گوشت رو نگاه کن. این آدم جلوی همه خوشحالیامو گرفته. ناراحت نباش. نقشه داریم. میرم یواشکی برات غذا میکشم. تو هم برو یه گوشه خلوت برای خودت بخور. خب ولی نمیشه. یه حرفی زدم باید پاش وایسم. با این شانسی که من دارم با گوشت تو دهنم گیرش میافتم. باید تحمل کنم. تحمل نکن. دلمو میشکونی.
آقا محرم تو هم اومدی؟ بله هرچی باشه من اصل کاریم. در ضمن اگه من جایی باشم هیچ کس حق نداره آشپزی کنه، فهمیدین؟ کجا آقا محرم؟ برو کنار ببینم، زود باش، سریع سریع. به به تازه است. یکی دو تا بدم دخترا ها؟ بله همه جا باید کار منقلو بدن دست اوستا محرم. نظرتون چیه؟ پروژه خوبیه. مکانش، موقعیتش، نورگیریش، ارتباطش با خشکی و دریا، همش خیلی خوب طراحی شده. امیدوارم بتونیم دکوراسیون داخلیش رو هم با شما حل کنیم. با کمال میل یلدریم خان. همونطور که میبینین کارا زیاده. چیزی که نیاز دارم کسیه که منو ناامید نکنه، که امیدوارم اون شخص رو پیدا کرده باشم. اگه از کارای هتل راضی باشم راهتون هموار میشه. دخترتونه؟ بله آلارا. البته این عکس قدیمیه، منم یه مدت ندیدمش. خارج از کشوره؟ نه همینجاست، اما علاقه‌ای به دیدن من نداره. گاهی روابط پدر و بچه ها با هم سخت میشه. البته با داشتن پدری مثل شما مطمئنم موضوع یکم پیچیده ترم میشه. اگه بدونم چی میخواد میریزم به پاش، اما هر کاری میکنم دلخور میشه. حتی ثروتی هم که دارم برای آشتی کردنمون کافی نیست. متاسفانه داروی بخشیدن پول نیست، زمان. کار کردن با شما به کنار، فکر میکنم بتونم رابطه دوستانی خوبی داشته باشیم. دمیر خان، تو سن و سال من این خیلی کمیابه. به سلامتی دوستی ما. دوبله شده در استودیو جن. بشینیم دیگه. نگو که خسته شدی. نه با دوستام سلام علیک نکردم. باشه پس برو یه سلامی بکن، منم یه چیزی بیارم که بخور. باشه. چه خبر دخترا؟ راستش خبرها پیش توه. اونو میگین، اون تایلانه. وقتی برای پروژه آقا یلدریم کار میکردیم آشنا شدیم. بوراک هم دوست دانشگاهیشه. در مورد بوراک یه چیزایی میدونه که باورتون نمیشه. خیلی پسر بانمکیه. وقتی میرقصیدیم یه لحظه هم ساکت نشد. خیلی وقت بود انقدر نخندیده بودم. وای خیلی بانمک بود. لروکس خانم میشه یه لحظه با من بیه؟ چی شده؟ تا وقتی توی خونه زندگی میکنیم نمیتونیم روابط شخصی داشته باشیم. اینو میدونی دیگه نه؟ منظورت چیه دمیر ها؟ رو راست بگو مشکلت چیه؟ اون مرد به تو نظر داره لروکس. دمیر به خاطر اینکه خونه آقا یلدریم هستیم هیچی نمیگم، اما این raftar غیر منطقیت اعصابمو به هم ریخت.
به پیشنهادم فکر کردی؟ برو، چرا فکر کردی من به این زودی قرار جواب بدم؟ عشقم بیا بله رو بگو و این جدایی تموم بشه. ببین گور بابای قوانین ضد عشق شرکت، اگه ما حرفی نزنیم از کجا میفهمن باز با همین؟ اینقدر اصرار نکن دیگه، برو. حالا کجاشو دیدی؟ چیکار می‌کنی دیوونه؟ دلم لک زده بود این دوتا رو باز اینجوری ببینم. ای دقیقا منم همینطور. تو حیات پریز ندیدی؟ برای گوشیت میخوام. آره الان است که شارژش تموم شه. اگه مامانم زنگ بزنه جواب ندم نگران میشه. یکم پیش به عزیمه گفتن میتونی تو یکی از اتاقا بزنی به شارژ. چه کاریه؟ من دوست ندارم برم تو وای اتاقا. مزخرف نگو، همه هی میرن و میان. برو تو یکی از اتاقا بزن به شارژ. جدی میگی؟ بله پس چی؟ برو دیگه، زود باش. عزمیه هم انقدر فکر نکرد. برو. یعنی تو خونه به این بزرگی یه پریز خالی نیست. آها. آیدا، آقا دمیر رفت؟ فکر نکنم. اگه میرفت حتما یه خداحافظی میکرد. مروه جون ببین برات چیا آوردم نازنین. من که بهت گفتم گیاه خورم. باشه عزیزم، من که میدونم تو گیاه خاری. حالا من میذارمش اینجا، تو میتونی نخوری نازنین. هیچ کس نگاه نمی‌کنه. دمیرم که نیست، زود باش بخور دیگه. خب اگه بیاد چی؟ من نگهبانی میدم، تو راحت بخور. خیلی خوشمزه است. میخورم. آی نوش جونت. آی عزیز دلم. نوش جونتون دوستان. با دوستانی که قراره با هم کار کنیم آشنا شدیم؟ آشنا شدیم دمیر خان. از این به بعدم مطمئنا تو جلسات بیشتر با هم آشنا میشیم. خوبه. یه جا جمع بشیم. به کسانی که اینجا نیستن هم خبر بدین. همه با هم از آقای ایلدریم تشکر کنیم. بله قربان، من به همه خبر میدم. باشه. تا 5 دقیقه دیگه بیاین. من کنار آقای ایلدریم هستم. برم ببینم تایلان کجاست. خیلی ممنون. خواهش میکنم، شبتون بخیر. تایلان سکته کردم. اتاق قشنگیه.
آره اما بهتره از اونجا چرا پاشی. عزیزم؟ اونا که اجازه میدن از پریزاشون استفاده کنیم. میخوان به خاطر استفاده از تخت عصبانی شن. اوه بد جوری داری اشتباه میکنی. به نظرم بهتره خیلی زود جبرانش کنی که اوقات تلخی هم نشه. دوستان هنوز همه جمع نشدن؟ منتظر کی هستی؟ لروکس. لروکس کجاست؟ خب شارژ گوشیش داشت تموم میشد رفت تو خونه، اما فکر کنم شارژ شد. خیلی خوب شما بریم پیش یلدریم خان. خیلی خوب میری. چرا اینقدر عصبانی شدی؟ واقعا که لروکس شب به اون خوبی داشتیم. یه عکس یادگاری نداشته باشی؟ ببین تایلان به خاطر اینکه اینجا آبرو ریزی نشه هیچی نمیگم. صبر منم حدی داره. میشه بری کنار؟ چی کار میکنی تایلان؟ میشه گوشیو بذاری کنار لطفاً؟ تخت اونجاست، هر کی ندونه فکر میکنه چه خبره. چی کار میکنی؟ دیوونه شدی تو؟ گوشیو بیار پایین. هدفت از این کارا چی آخه؟ این عکس تو اینستاگرام خیلی لایک میگیره. چقدرم طبیعی افتادیم ببین. مستقیم بدون هیچ فیلتری پستش میکنه. تا وقتی توی خونه زندگی میکنیم هیچ کدوممون نمیتونیم رابطه شخصی داشته باشیم. اینو میدونی دیگه نه؟ اون آدم بهت نظر داره لروکس. به خاطر اینکه خونه آقا یلدریم هستیم هیچی نمیگم، اما این رفتار غیر منطقیت اعصابمو به هم ریخت. یه استیکر آتیش هم بذاریم دیگه محشر میشه. اون گوشیو بده به من. گفتم بده. میگم اون گوشیو بده به من. این دختر کجاست پس؟ تایلان. لروکس دختر خیلی وحشی هستی. تو دیوونه ای روانی هستی. میگم بده. مردی که حیوان میگم بده. خیلی خوشگلی. من عاشق این انرژیتم. تو کی باشی که از انرژی من خوشت بیاد ها؟ چه خبرته؟ دمیر چی کار میکنی؟ دمیر داری چی کار میکنی؟ دمیر درو باز کن. میخوام خودم بزنم اونو نابودش کنم. دمیر گفتم باز کن. دمیر باز کن. خودم به خدمتش میرسم. دمیر دمیر چی کار میکنی؟ برو کنار. این مسئله منه. لطفاً دخالت نکن. خواهش میکنم. خیلی خوب لروکس، کافیه خودم حلش کردم. آروم باش. صورتت عین گچ شده. بریم بیرون یه هوایی بخور به خودت بیای. بعداً تصمیم میگیریم چی کار کنیم. باشه کیفم توه. برو کنار. وسایلت اینجاست. بیا بریم. بیا لروکس. خوبی؟ خیلی عصبانیم. نمیدونی خیلی. الان بپرید سنگ. نه نمیخوام. نمیخوام یعنی چی لروکس؟ اون عوضی بهت حمله کرد. من بهش سیلی زدم. تو هم که خدا میدونه چی کارش کردی. اگه پلیس بیاد اون از ما شکایت میکنه. نه تو ضربه خوردی نه من. حالا روزمونو ببین. ما یه همچین آدمایی هستیم. همچین چیزی نیست. یه حق و حقوقی هست. باید قبل اینکه کتکش میزدی فکر میکردی. نه نمیخوام. من میرم خونه. خیلی حالم گرفته است. باشه بریم.
تو کجا؟ لروکس با هم میریم خونه دیگه. تو بمون، جلوی آقا یلدریم بد میشه. من یه تاکسی میگیرم میرم. ببخشید میشه یه تاکسی باشه بگیریم؟ من با آقا یلدریم حرف زدم، مشکلی نیست. میشه ماشین منو بیاریم با هم. کجایی؟ آقا دمیرم نمیتونیم پیدا کنیم. داریم برمیگردیم خونه، بعدن تعریف میکنم. حالت خوبه؟ خوبم. انقدر نپرس. این پرونده رو کجا گذاشتی لروکس؟ نه خیر نیست. تو طبقه پایینم بود. چی شد؟ اگه میخوای بگی بهت گفته بودم بهت نظر داره، قبل اینکه بریم خونه بگو. چرا؟ مگه فرقی هم میکنه که اینجا بگم یا تو خونه؟ اینجا هیچی نیست که پرت کنم تو سرت. البته تو انبار چیزای خیلی شیکی هست، اما نمیخوام تو خونه چیزی رو بزنم بشکنم. 2 دقیقه تو حیاط بشینی. بیا. لروکس تو راه داره برمیگرده خونه. سریع بیا بیرون. بدبخت شدم. این از کجا پیدا شد؟ چرا همچین فکر کردی؟ چه فکری؟ اینکه به خاطر کاری که اون کرد تو رو سرزنش میکنه. همتون خیلی دوست دارین بگین. حتما یه کاری کردی. حتما بهش خندیدی. حتما چشاتو خمار کردی، باهاش رقصیدی. از نظر شما هر مسئله تقصیر ماست. درسته کسایی هستن که همچین ذهنای عقب مونده‌ای دارن، اما از کجا فهمیدی که منم یکی از اون آدمام؟ اوف، تو رو خدا بسه دمیر. چه بحثیه آخه؟ بحث این حرفا نیست لروکس. مسئول اتفاقی که اونجا افتاد فقط اون مردی که هست. هر رفتاری هم کرده باشی دلیل نمیشه اون مردی که یه همچین عکس‌العملی نشون بده. باشه فهمیدم. همه بد و بیشعور نیستن لروکس. تو این دنیا کلی آدم باشعور و درستم هست. میدونی من تحمل چیو ندارم؟ این که باعث میشن حس کنم ضعیفم. تو هم این کارو کردی. من؟ آره، منو تو اون اتاق زندانی کردی. به خودت آسیب میزدی. اگه ولت میکردم به منم آسیب میزدی. این کارو به خاطر صلاح هر دو میکردم. گفتم نیم ساعت بشینیم و آروم بشیم. زهی خیال باطل. حبس کردن تو فرقی با لجبازی کردن با این بوزه نداره.
خب این دستش بود. خیال رفتنم نداره، لش کرده من نیست 2 ساعته داره چی میگه که تموم نمیشه. آره سردم شده، خیلی هم سردم شده. پاشو برو تو خونه. من گوشیم تو ماشین جا مونده، برم برش دارم بیا. پاشو که وقت خوابه. کلیدام کجاست پس؟ احتمالاً انداختمشون.